این دوتا کوچولو تا اون روز هیچ وقت صورت واقعی همدیگر رو ندیده بودن. این زوج هر روز ماسک می‌زدن و چهره واقعیشون رو قایم می‌کردن. دختره هیچ وقت حس نمی‌کرد به اندازه کافی زیباست. پسر هم همین ترسو داشت. فکر می‌کرد اگه صورت واقعیش معلوم بشه، عشقشون از بین میره. برای همین وقتی روز عروسی رسید، فضا هم هیجان انگیز بود، هم پر از استرس. اول پسر دلشو به دریا زد. دستاش میلرزید. آروم آروم ماسکشو برداشت و برای اولین بار صورتشو نشون داد. دختر خشکش زد. قلبش تند تند میزد. یه نفس عمیق کشید و شروع کرد ماسکشو برداشتن. اما همین که صورتش کامل معلوم شد، پسر شوکه شد. میگه الان نشونت میدم چی شد، ولی اول بگو کدوم هدیه رو میخوای به بابات بدی؟ این ماشین کوچولوی قدیمی قلب آبی؟ بذار سریع‌ترین سوپرکار؟ بی خیال شو. آیفون 17 پرو مکس نو؟ سابسکرایب کن. $1,000,000؟ کامنت بذار و قلب بفرست. یه قایق لوکس گرون؟ همه کارا رو بکن و شیر کن. و حالا اصل ماجرا. پسر ناامید شد چون فکر کرد دختر خوشگل هست.